بسم الله الرحمن الرحیم. به یکی دیگر از درس‌های زیبای قرآن فهمی خوش آمدید. درس امروز ما و شما در رابطه به سورت مسد هست که ما به اسم تبت یدا میشناسیم. ابتدا برویم به سوی اسم سوره که معنای مسد یعنی چی؟ مسد به معنای تاری هست که از لیف خرما او ساخته شده و بافته شده، چون که در بین قریش تارهایی که توسط لیف خرما بافته و ساخته میشد خیلی رایج بود و اونها از او استفاده میکردن. و در این سوره داستان ابو لهب و همچنین همسری از او ام جمیل هست. ابو لهب کاکای پیامبر علیه السلام بود که یکی از دشمنهای سرسخت پیامبر علیه السلام در زمان نبوت پیامبر علیه السلام بود و ام جمیل در کنار ابو لهب می آمد با تمام قوت و نیرویی که داشت در مقابل پیامبر جبهه‌گیری میکرد و مقاومت و مبارزه میکرد تا اینکه صدای حق را خاموش بکنه. و الله متعال در این صورت